الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از قاعده هایی که در گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده و یک اصل و آیین هست برای ما در زندگیمان و در دیانت و دینداریمان، این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که فرمودند وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. همان برخوردی را که از مردم انتظار داری، همان اخلاقی را که از مردم انتظار داری، تو هم با مردم همان گونه باش. این قاعده‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند، این در ضمن یکی از روایاتی آمده که در صحیح مسلم هست. حضرت عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه این رو برای ما نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فمن احب ان یزحزح عن النار و یدخل الجنه، هر کسی که دوست دارد و میپسندد که از آتش جهنم نجات پیدا بکند و وارد بهشت بگردد، فلتأته منیته و هو یؤمن بالله والیوم الاخر، باید سعی بکند که مرگش زمانی به سراغ او بیاید و در زمانی بمیرد که به الله و روز قیامت ایمان دارد. ما که نمیدانیم که لحظه مرگ ما چه زمانی هست. پس معنای حدیث این است که انسان مسلمان همیشه این ایمان را و مسلمانی را و این اعتقاد را همیشه در ذهن و خاطر خود داشته باشد، همیشه مسلمان باشد و همیشه مؤمن باشد، تا اگر در هر لحظه‌ای که مرگش فرا رسید با همان ایمان از دنیا برود. و در ادامه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم همین مطلب و این قاعده را بیان فرمودند وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، با مردم چنان برخورد بکند و چنان رفتار بکند که دوست دارد مردم با او آنگونه رفتار بکنند. این واقعا یکی از قاعده ها و ضوابط و آیین نامه هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد تعامل با خلق الله این رو برای ما بیان فرمودند. این یک ترازوی عادلانه‌ای هست که تمامی افراد قطع نظر از علم و سوادشون و جایگاه اجتماعیشون، هر انسانی در هر سطحی که باشد می تواند با این ترازو اعمال خود را بسنجد. هر عملی را که برای خود می پسندد، دوست دارد که مردم با او این گونه رفتار بکنند، آن را معیار قرار بدهد و با مردم آن گونه برخورد بکند. این واقعا یک ترازوی عادلانه‌ای هست برای تقییم و ارزیابی اعمال و رفتار انسان در مقابل دیگران. با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. امام نووی رحمت الله علیه این حدیث رو یکی از حدیث هایی می داند که جز جوامع الکلم هستند و از حکمت های ناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس بنابراین ما باید به این حکمت نبوی و به این قاعده‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند اهمیت قائل باشیم و باید خودمان را ملزم قرار بدهیم و خودمان را مجبور بکنیم تا این که رفتار خودمان را، برخورد خودمان را با برادران مسلمانمان تحت این قاعده و این اصل در بیاوریم،
سعی بکنیم که با مردم آنگونه رفتار بکنیم که خود ما دوست داریم که دیگران با ما رفتار بکنن. قطعا اگر این قاعده رو و این ضابطه رو ما در زندگی خودمون اجرا بکنیم، بسیاری از درگیری های ما، بسیاری از برخوردها و تنشها و بسیاری از دلخوری ها و ناراحتی ها، کدورت هایی که پیش میاد قطعا از بین خواهد رفت. قبل از این که ما عملی رو انجام بدهیم، قبل از این که با مردم تعاملی را داشته باشیم، برخوردی بکنیم، این را ما باید با این ترازویی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اختیار ما قرار داده، عمل خودمان را، گفتار خودمان را، برخورد خودمان را، اخلاق با دیگران را، اینو ما باید با این ترازو بسنجیم. اگر مورد پسند ما بود، ما دوست می داشتیم، برای خود می پسندیدیم که مردم با ما این گونه برخورد بکنن، پس ما هم با دیگران این گونه برخورد بکنیم. اما اگر ما این برخورد را و این اخلاق را مناسب حال خودمون نمیدانیم و دوست نداریم که مردم با ما این گونه برخورد بکنن، مطمئن باش که دیگران هم نمیخواهند که با آنها این گونه برخورد بشود. واقعا چه قاعده زیبایی هست و چه اصل استوار و میزان و ترازوی عادلانه‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما بیان فرمودند. در حدیث دیگر شبیه به این رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحبه لنفسه. شما مؤمن نخواهید بود، ایمان شما ایمان کاملی نخواهد بود مگر تا زمانی که آنچه را برای خود میپسندید برای دیگران هم بپسندید. ما باید نگاه بکنیم، صرف شنیدن موعظه برای ما سودی ندارد مگر آن که ما بخواهیم این موعظه را در زندگی خودمان عملی بکنیم، آنچه را شنیدیم بر آن عمل بکنیم، آن اصل و قاعده ای رو که از زبان مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما نقل شده، ما بخواهیم که اعمال خودمان را با آن ترازو و قاعده بسنجیم. آنگاه شنیدن این موعظه ها برای ما سود و نفع دارد. ما نگاه بکنیم در افعال خودمون، در برخوردهای خودمون، اینها را بسنجیم. آیا با این ترازویی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اختیار ما قرار داده اینها موافق و هماهنگ هست، مورد رضایت الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم هست یا خیر؟ اگر خواستیم بدگویی بکنیم، غیبتی بکنیم از برادر مسلمانی، قبل از این که لب بگشاییم اندکی فکر بکنیم آیا من راضی هستم، خوشنودم، میپسندم که در یک مجمعی و در یک جای دیگر مردم از من بدگویی بکنند؟ اگر میخواستم به کسی دشنام بدهم اینو قبلا برای خودم تصور بکنم. اگر کینه برادر و خواهر مسلمانی را در قلب من هست، این فکر رو باید کرد که آیا من دوست دارم دیگران از من کینه به دل بگیرند و دشمنی در قلبشون داشته باشند؟ هرگاه خواستی کسی را در معامله فریب بدهی، خودت را به جای اون قرار بده. دوست داری که در معاملات فریب بخوری؟ دوست داری که مردم مال تو را تاراج بکنند؟ دوست داری که مردم با حیثیت و آبروی تو بازی بکنند؟ قطعا دوست نداری. پس بنابراین قبل از این که چنین برخورد نازیبا و زشتی را برای برادر مسلمانی داشته باشی، پس بنابراین اندکی فکر بکن که دیگران هم دوست ندارند که با آنها چنین رفتار بکنیم. پس بنابراین بیاییم با این معیار و با این ترازوی عادلانه‌ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین کردند اعمال خودمان را بسنجیم و بعد از آن اعمالمان، گفتارمان، برخوردهایمان را در واقع بروز بدهیم و در معرض دید مردم قرار بدهیم. یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم و بعد از آن در خدمت شما انشاءالله خواهم بود. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. با مردم چنان رفتار کن
که دوست داری با تو رفتار کنند. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و جالب اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روش تربیتی که داشتند اصحابشون رو تربیت میکردند، یکی از معیارهایی که ایشون در نظر داشتند همین معیار بود. با همین قاعده و ضابطه مردم رو تربیت میکردند. یعنی این که با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بکنند. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه برای ما جریانی رو تعریف میکند. ایشان میگوید روزی جوانی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و عرض کرد که اذن لی بالزنا، یا رسول الله به من اجازه بده که زنا بکنم. زنا حرام هست، ناجایز هست، من آمدم از شما اجازه بگیرم، به من اجازه این کار رو بدهید. مردم اصحابی که حضور داشتند همه سراسیمه شدند و بسیاری پرخاش کردند، نهیب زدند که این چه حرفی هست که شما میزنید؟ این حرف مسلمانی نیست، شایسته یک مسلمان نیست که چون این تقاضایی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند او را رها بکنید، بگذارید حرفش را بزند. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم اون جوان را صدا زد و گفت بیا نزدیک و به ایشان فرمود که اتحبه لامک، دوست داری که مادرت زنا بکند؟ جوان گفت که لا والله جعلنی الله فداک، نه به خدا قسم یا رسول الله، من چون این چیزی رو برای مادر خودم نمیپسندم. رسول الله فرمودند که ولا الناس يحبونه لامهاتهم، قطعا این گونه هست، هیچ فردی این عمل را برای مادر خودش نمیپسندد. بعد از آن رسول الله فرمودند که آیا برای دخترت میپسندی این کار رو؟ برای خواهرت میپسندی؟ برای عمه‌ات میپسندی؟ برای خاله‌ات میپسندی؟ همهش این جوان میگفت که نه یا رسول الله فدایت بشم، من چون این چیزی رو نه برای دخترم میپسندم، نه برای خواهرم و نه برای عمه و خاله و برای هیچ یک از خویشاوندانم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که هیچ کسی از مردم این را برای خویشاوندان خودش، برای دخترش، برای خواهر و عمه و خالهش این رو نمیپسندد. رسول گرامی اسلام با این حکمتی که داشتن در تعامل و در اقناع دیگران، این جوان رو واقعا به قناعت رساند. این جوان خودش متوجه شد که خواسته من خواسته نامشروعی بوده و یک خواسته غیر انسانی بوده، اما این قاعده رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذهنش کاشت و نهادینه کرد که با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بکنند. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا فرمودند که اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حسن فرجه، پروردگارا گناهش را ببخش و قلبش را پاک بگردان و حسن فرجه و دامنش را پاک بگردان. این یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم جوانان را و اصحاب خودش را با این قاعده بزرگ می کردند. این قاعده را در ذهن آنها می کاشتند و نهادینه می کردند. یکی از حکما و بزرگان هست که معروف بود به حلم و بردباری. یک روزی فردی از ایشان سوال کرد که احنف، این حلم و خویشتنداری رو از کجا یاد گرفتی؟ از کجا فرا گرفتی که حلیم باشی، صبور و بردبار باشی؟ گفت که اینو من از خودم یاد گرفتم، از نفس خودم. گفتن چگونه از خودت یاد گرفتی؟ گفت من قبل از این که حرفی بزنم، کاری رو انجام بدم، برخوردی رو با کسی دیگر داشته باشم، کنت اذا کرهت شیئا من غیری لا افعل مثله لاحد. من نگاه میکردم اگر کاری رو من برای خودم ناپسند میدونستم، گفتاری رو برخوردی رو برای خودم
ناپسند میدونستم که دیگران با من این حرف رو بزنند یا این گونه برخورد بکنند و تعامل داشته باشم، من این کار را و این حرف را به کسی نمیگفتم، با کسی این گونه رفتار نمی کردم. از اینجا هست که این حلم را و این بردباری را در وجود خودم من پدید آوردم. این واقعا یک قاعده و یک اصل بسیار مهم هست که در قرآن کریم هم وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که این قاعده و قانون را تأیید فرموده الله متعال، آنجایی که میفرماید ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای برای کسانی که مطفف هستند و کم میکنند در هنگام معامله و در هنگام وزن کردن. اگر برای مردم وزن بکنند کم میگذارند و اگر برای خودشون وزن بکنند اضافه میگذارند، اضافه میگیرند از مردم. یعنی این که چنین انسانهایی که با مردم چنان رفتار نمی کنند که دوست دارند مردم با اون رفتار بکنند، الله متعال اونها را مورد مؤاخذه قرار داده و میفرماید ویل للمطففین، وای برای آن کسانی که معیارشون متفاوت هست. آن چیزی را که خود برای خود نمیپسندند برای دیگران میپسندند. وقتی که حق خودشون رو میگیرند اضافه میگیرند، وقتی که میخواد حق مردم را بدهند کم میگذارند و به صورت کامل نمیدهند. انسان مسلمان همیشه باید خودش را به جای دیگران بگذارد. اگر ما این گونه عمل بکنیم واقعا بسیاری از مشکلات اجتماعی ما، بسیاری از این درگیری هایی که وجود دارد و قهری هایی که در جامعه وجود دارد و قطع ارتباطاتی که وجود دارد، بسیار از اینها در واقع سامان می‌یابد. قتاده میگوید که اوفی ابن آدم الکیل کما تحب ان یوفی لک، همان گونه که دوست داری که مردم کیل و پیمانه تو را کامل بدهند، تو هم برای دیگران این کیل و پیمانه را کامل بکن. و اعدل کما تحب ان یعدل لک، همان گونه که دوست داری مردم با تو عدل بکنند، داد بکنند و عادلانه برخورد بکنند، تو هم با مردم عادلانه برخورد کن. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. یکی دیگر از آیات قرآن هست که همین قاعده رو برای ما نهادینه می کند. جالب هست به استناد از این آیه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که من دوست دارم که خودم را برای همسرم آرایش بکنم همان گونه که دوست دارم همسرم خودش را برای من بیاراید. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بکنند. داستانی هست میگویند که یک بیابان نشینی کارش این بود که شیر میفروخت و هر وقت که این شیرها رو به بازار میبرد اندکی آب هم در آن میامیخت و قاطی میکرد. بعد از مدتی بارانی اومد و سیلی راه افتاد و این سیل گوسفندان این چوپان را و این فرد بیابان نشین را برد. این فرد بیابان نشین تازه به خاطرش آمد و به یاد آورد که در گذشته چه کارهایی را میکرد. آب را با شیر قاطی میکرد و بر مردم غالب میکرد. یک جمله را گفت که واقعا جمله زیبایی هست و به عنوان یک ضرب المثل هم میشود از آن استفاده کرد. گفت که اجتمعت تلك القطرات و صارت سیلا. اون قطره هایی که من در شیر میریختم، اون آب اندکی رو که من در شیر اضافه میکردم، اینها قطره قطره جمع شد، زیاد شد تا اینکه تبدیل به یک سیلی گشت و آمد و گوسفندان ما را برد. قطعا این گونه هست. شما اگر بی عدالتی میکنید نسبت به کسی دیگر، بی مهری میکنید، بد اخلاقی میکنید، غیبت میکنید، دشنام میدهید،
کینه دیگران را به دل دارید، مطمئن باشید که دیگرانی هم هستند که این عمل را با تو انجام بدهند. تو قلبت را برای دیگران صاف بکن تا قلب دیگران بر تو صاف باشد. زبانت زبان شیرینی باشد تا اینکه سخنان شیرین و دلنشینی بشنوی. دیدت را پاک بگردان تا مردم با دیده پاک به تو نگاه بکنند. با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بکنند. این قاعده رو در روابط اجتماعی هم می شود اعمال کرد و در روابط عبادی بین خودمون و بین پروردگار خودمون هم می توانیم این قاعده رو ملاک قرار بدهیم. همان گونه که ما انتظار داریم از الله متعال که خواسته های ما را برآورده بکند، هر چیزی رو که ما از الله متعال می خواهیم برای ما فراهم بکند، دعای ما را اجابت بکند، زندگی ما را سامان ببخشد، ما باید بیاندیشیم که ما از خواسته های الله متعال چه چیزی رو برآورده کردیم. من به عنوان یک مسلمان، به عنوان بنده الله، چه اندازه اهمیت قائلم برای دستورات و خواسته های الله متعال که از الله این انتظار رو دارم که تمام خواسته های ما را برآورده بکند که در زندگی هیچ گونه درد و غم و رنجی به من نرسد. همین انتظاری رو که از الله متعال داری، حداقل خودت هم در مقابل الله متعال این گونه باش. سعی بکن که خواسته های الله متعال را فراهم بکنیم. هر چیزی رو که الله متعال از تو خواسته آن را فراهم بکن، انجام بده تا آنچه را که تو از الله متعال میخواهی برای تو فراهم بکند و مهیا بشود. این نمازی که من و شما میخونیم این یک مکیالی هست، یک پیمانه‌ای هست. هر کسی که این را کامل بکند، پر بکند و به صورت کامل این را تحویل الله متعال بدهد، به همین گونه ثوابش و آثارش کاملا به اون میرسد. الصلاة مکیال فمن وفی له. اگر کامل تحویل دادید کامل خواهی گرفت. و من تفف فقد علمتم ما قال الله فی حق المتففین. اما اگر بخواهید که تطفیف بکنید، کم بگذارید در این مکیال و در این پیمانه، خود میدانید که الله متعال درباره متففین چه فرمودن؟ ویل للمتففین. وای برای آن کسانی که انتظار دارند مردم حقوقشون را کامل و تمام به اونها پرداخت بکنند و اما خودش حقوق مردم را به صورت کامل پرداخت نمی کند. پس بیاییم در اعمال خودمان، در گفتار خودمان، در افکار خودمان، در اخلاق خودمان تجدید نظر بکنیم و این موارد را با این قاعده‌ای که و معیاری که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما بیان کردند و این را وضع کردند، تمام این امور را با این قاعده بسنجیم. با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بکنند. اگر این گونه عمل کردیم مطمئن باشید که اوضاع اجتماعی ما انشاءالله سامان می‌یابد و عافیت را و آرامش را در جامعه خودمان تجربه خواهیم کرد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.